لب اتوبان تو سرویس ها خوابیدن. معمولا مهاجرا خیلی زرنگن، تشخیص میدن که این ماشین میره انگلیس، از سقف یا سیم پلمپو پاره میکنن خیلی حرفه‌ای و بعد دوباره ترمیمش میکنن، سوار کانتینر میشن و میان انگلیس. حالا یا تو مرز گیر میکنن یا رد میشن. الان میریم اونجاها که آدم تو ماشین نباشه. برای افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند، در کنار صرف وعده غذایی به عنوان مثال خوردن ترشی شمال ایران یا دوغ محلی میتونه یکی از لذت بخشترین خوراکی ها باشه. اما آیا تا به حال به این فکر کردید که این خوراکی های خوشمزه از ایران چطور به کشورهای اروپایی میرسند؟ سفر خودم رو از اینگولشتات، شهری کوچک بین مونیخ و نورنبرگ آغاز کردم. همسفر شدم با ناصر نظیفی که از ایران با باری به اصطلاح سوپرمارکتی به مقصد لندن حرکت می کند. کی میرسیم بلژیک؟ 623 کیلومتر تا بلژیک راه داریم. حدوداً 9 ساعت راه داریم. من 9 ساعت رو تقریبا یک کله میدیم یا نه؟ یا 3 تا 3 ساعت میدیم یا 2 تا 44 ساعت میدیم، یا 2 تا 4 ساعت میدیم یا 3 تا 3 ساعت میرسیم بلژیک. دیگه اون قسمت بلژیک که ما میرسیم دیگه ساعت کار تموم میشه، 9 ساعت کار اون پر میشه، بعد باید 11 ساعت استراحت کنیم. 9 ساعت رانندگی میکنی، 11 ساعت استراحت میکنیم، بعد ادامه ماجرا. ما وارد هلند شدیم علی جان، تقریبا 28 کیلومتر هلند رانندگی میکنیم، بعد وارد بلژیک میشیم. از مرز وتشاو وارد هلند شدیم، بعد حدود 20 کیلومتر هم تو بلژیک راه میریم، میرسیم به شهر گنت. اونجا یه جایی هست به اسم دالگاترانس، یه شرکت حمل و نقله. اونجا 11 ساعت استراحت میکنیم و با امید خدا فردا ادامه مسیر به سمت دانکرک شمال فرانسه که کشتی سوارشیم بریم انگلیس و بریم برای تخلیه. فعلا به تنها چیزی که فکر میکنیم اینه که برسیم دالگاترانس و یک استراحت شبانه خوب، چون واقعا خسته شدیم. از اینگلشتات تا اینجا 2 تا 4.5 ساعت راه اومدیم. هم ساعت کارمون تموم شده، هم که خسته هستیم. ساعت بودن 2 شبه، واقعا وقت استراحته. الان شب اوله، یه جای پارک کردیم. آمدم طبقه بالا و ناصر طبقه پایینه، همین بخوابیم. جای خوابش خیلی خوبه، یعنی راحته، دوشکش خیلی نرم و خوبه، ولی خب قطعا نمیتونی مقایسه کنی با دوشک توی خونه. و چیزی که هست اگه قدت از 190 به بالا باشه واقعا جا نمیشی. شب بخیر. شب بخیر تا فردا. آقا ناصر چند وقته الان
املت و اینجوری تو صحرا می‌خوری؟ والا جاده تقریبا از سال 1373 یه چیزی در حدود 28 سال 29 سال داخلی و بعد خارجی و حالا دوره هم هستیم، به هر حال میخوریم. دیگه آدم تنها باشه زیاد شاید حوصله‌اش نگیره این کارا بکنه. یکی از دلایلی که ما شب میایم مثلا اینجاها میخوابیم که یه جای پرتیه، لب اتوبان و اینا نیستیم، به خاطر مهاجرای غیرقانونیه که میخوان برن سمت انگلیس از اروپا که اونجاها میان در واقع از سقف ماشین و از زیر ماشین و این میرن و سوار کامیون میشن که خودشونو برسونن انگلیس. و لب اتوبان تو سرویس ها خوابیدن. معمولا مهاجرا خیلی زرنگن، تشخیص میدن که این ماشین میره انگلیس، از سقف یا سیم پلمپو پاره میکنن خیلی حرفه‌ای و بعد دوباره ترمیمش میکنن، سوار کانتینر میشن و میان انگلیس. حالا یا تو مرز گیر میکنن یا رد میشن. تو کجا معمولا این اتفاق میفته؟ تو تمام مرزها هستن، معمولا کم و زیاد داره ولی تقریبا توی همه مرزها هستن. شما از ترکیه به سمت بلغارستان که میخوای بیای اونجا امکان داره، بعد صربستان به سمت اروپا، مجارستان به سمت اروپا، تا وارد اروپای غربی بشی دیگه، وارد اتحادیه اروپا بشی. از وقتی که زمانی که وارد اتحادیه اروپا میشی دیگه خطرش نوعش فرق میکنه. کسایی که از اتحادیه اروپا میخوان برن انگلیس، بیشتر سمت شمال فرانسه، کاله و دانکرک و بلژیک و این اطرافی که الان ما هستیم، منطقه بلژیک به سمت، میتونن تشخیص بدن. پناهنده‌ها معمولا باهوشن که اینا سمت انگلیس میرن و ما سعی میکنیم از اینجا که الان حرکت میکنیم تا زمانی که میخوایم سوار کشتی انگلیس بشیم که حدود 300 کیلومتر الان اینجا تا اونجا راه داریم، ما جوری هماهنگ میکنیم که تو این 300 کیلومتر دیگه هیچ توقفی نداشته باشیم، مستقیم بریم توی گمرک که ریسکمون رو به حداقل برسونیم. یعنی به محضی که یه جا وایسی برای استراحت ممکنه که ریسکش هست. بله. پس توقف بعدی دانکرک. بریم برای صبحونه. کردی؟ چی شد که اومدی اصلا پشت فرمون نشستی؟ این شغل پدریه. از بچگی علاقه‌مند بودم به کار ترانسپورت و حمل و نقل و کامیون و ماشین و عشقشو داشتم از بچگی. و زمانی که مثلا 10-12 سالم بود با بابام میرفتم این بر اون بر کامیون داشت. تا سن 18-19 سالگی دیگه خودم یه کامیونی دست و پا کردم و مشغول شدم و شروع کردم به کار کردن. تا سال تقریبا 79 ایران بودم، کار میکردم، داخل ایران کار میکردم و اموراتمون رو میگذروندیم، به هر حال مجردم بودیم و زندگی میکردیم. بعد سال 79 مهاجرت کردم به بریتانیا. یه حدوداً 3-4 سالی از کامیون و کامیونداری دور بودم، فاصله داشتم، ولی از اونجایی که عشق این کار رو داشتم، با وجودی که شغلی هم در بریتانیا داشتم، اون شغل رو دوباره ول کردم و برگشتم سر کامیونداری و رانندگی. و الان دوباره مجدداً در حدود 15-16 ساله که دوباره کارم رو شروع کردم و در مسیر تهران به لندن، ایران به انگلیس کار میکنم. ولی از تهران که بار میزنی میای انگلیس، از خیلی از کشورها رد میشی، درسته؟ میایم آذربایجان، از آذربایجان میایم وارد ترکیه میشیم، موقعی که داریم میایم رو به انگلیس. بعد میایم تا استانبول کامیون رو سوار کشتی میکنیم و کشتی میاد تا ایتالیا پیاده میشیم از کشتی
بعد میایم اتریش و آلمان و بلژیک و فرانسه و میریم بریتانیا. ولی برگشت و کلا همه رو زمینی میریم، همین مسیر رو برمیگردیم. بلژیک، فرانسه و بلژیک و آلمان و اتریش و مجارستان و رومانی و بلغارستان و ترکیه و حالا یا مستقیم ایران یا آذربایجان ایران. چقدر طول میکشه؟ چقدر تو راهی بود؟ به طور میانگین تقریبا 2 هفته طول میکشه تا ما از تهران بیایم تا لندن. حالا یه روز بیشتر و کمتر بستگی به شرایط مرزها داره. مرزها چقدر شلوغ باشه، چقدر کم دردسر و پر دردسر باشه. ولی میانگینش در حدود همون 2 هفته است که ما میرسیم لندن. اینجا پارکینگ هایی هست، ولی خب چون نزدیک خیلی به مرز کالی که پناهجوها میرن انگلیس، اصلا امنیت نداره این پارکینگ ها توقف کردن. یعنی به محض اینکه وایسی سوار ماشینت میشن قاچاقی. به هیچ عنوان نمیشه اینجا توقف کرد. حتی اگه نگاه کنی یه جایی هم بستند که اصلا کسی نتونه وایسه، چون واقعا امنیت نداره دیگه. به هیچ عنوان از اینجا به بعد دیگه نباید توقف داشته باشی، هیچ امنیتی نداره. یکی از سختی های کار ما هم همین مهاجرای غیرقانونی هستن که میخوان از طریق ما و بدون اطلاع ما از این مرزها عبور بکنن. اونا میخوان به مقصدشون برسن، ولی برای ما میخوان دردسر درست بکنن. مهاجرت کردن در کل چیز بدی نیست، یه تجربه خیلی خوبیه، ولی به شرط اینکه هدفمند مهاجرت بکنی و دنبال هدفت باشی. نه اینکه بخوای مثلا حالا هر کشور میزبانی که میری بخوای وقت تو به بتالت تو اون کشور بگذرونی و دنبال نمیدونم پیشرفت نباشی. خب شرایط ایران الان واقعا شرایط خوبی نیست. جوونا وقتی میخوان، مثلا یه جوونی که عشق این شغلو داره، عشق رانندگی رو داره، عشق کامیون داره، دوست داره کار بکنه، ولی واقعا موقعیتش نیست براش و این جوون تباه میشه. خب اگر واقعا امکانشو داره مهاجرت بکنه، میتونه بکنه، چرا نکنه؟ ناصر، راجع به این گفتی که شاید یکی عشق این کار رو داشته باشه، دوست داره وارد این کار بشه. ما فوکوس میکنیم روی افرادی که خارج از ایرانن و واقعا علاقه دارن وارد این کار بشن. به نظرت قبل از اینکه استارت بزنن بخوان شغل رانندگی رو برای شغل آیندهشون انتخاب بکنن، باید چه نکته هایی رو بدونن با دید باز و فکر باز و آینده روشن بهش نگاه بکنن؟ یکی از مهمترین نکاتی که کسی که میخواد وارد این شغل رانندگی کامیون باشه، عاشق این کار باید باشی، از این کار لذت ببری، از رانندگی، از سبک زندگیت لذت ببری. حالا یه مثالی هست که میگن رانندگی کامیون شغل نیست، یک سبکی از زندگیه. یعنی truck driving is not a job, it's a lifestyle. ممکنه آخر هفته نداشته باشه، تعطیلات نداشته باشین، کریسمس نداشته باشین و همیشه توی راه باشین. اینو باید به تنت بمالی که وقتی من دارم میرم دنبال این سبک زندگی، رانندگی، من ساعت کار ندارم، من روز کاری ندارم، دیافم معلوم نیست کی باشه. برف بیاد، بارون بیاد، یخبندون باشه، گرما باشه، سرما باشه، تعطیلات باشه، نباشه، لازم باشه باید کار کنم، تو جاده باشم. الان میریم اونجاها که آدم تو ماشین نباشه. ببین نفستو حبسم بکنی فایده نداره، چون تو بالاخره اون تو نفس کشیدی.
یه سیخی دارن میکنن توی چادر، مانیتورش هم تو دستشه. اون اگر تو اون موجود زنده‌ای توی چیز باشه اون نشون میده. الان ما داریم وارد بندر دانکرک میشیم، بریم به سمت انگلیس. اینجا باید بلیت کشتیمون رو میگیریم و میریم جلو برای کنترل و بعد میریم وارد محوطه بندر میشیم. 2 ساعت اینجا کشتی داره. امیدوارم ساعت 6 رو بهمون بده، بریم کارهای گمرکمون رو انجام بدیم و وارد کشتی بشیم و بریم انگلیس هم راحت کارهای گمرکمون رو انجام بدیم و بریم به امید خدا فردا تخلیه کنیم. چند ساعت رو آبین؟ 2 ساعت و 10 دقیقه رو، بستگی به شرایط هوا. I've got a tear car now. I should go to customs. من خودم اهل سفرم، سفر رو دوست دارم، مخصوصا مناطق کویری ایران و دشت و خیلی دوست دارم. یکی از چیزهایی که شاید منو تو این کار نگه داشته این همه سال همین بود که همه جای دنیا رو سرک میکشید، از هر جایی ممکنه سر در بیاری، جنوب فرانسه، شمال فرانسه، آلمان، حالا اروپا همه جاش، روسیه، مسکو، نمیدونم ایران، افغانستان، از هر جایی، عراق ممکنه که سر در بیاری همه جا و هر کسی در زندگیش همچین شانسی رو نداره که بتونه همه اینا رو ببینه. حالا شما مسافرت میری، ممکنه مثلا آره بگی من هر سال مثلا یه مسافرت یه کشوری میرم، ولی اون جایی که شما توریستی میری و هتل رو میبینی و پرواز رو میبینی خیلی فرق میکنه با اون نوعی که ما سفر میکنیم. ما در بطن کشور و جامعه میریم. شما میری پرواز فرودگاه پیاده میشی، میری یه هتل، 2 تا رستوران و جای توریستی رو میبینی و برمیگردی. ولی نه، ما زندگی واقعی اون جاهایی رو که میریم و میبینیم. من یکی از زیبایی های این شغل داریم پیاده میشیم، وارد بریتانیا میشیم، از کشتی داریم پیاده میشیم و شکر خدا بریتانیا هم هواش خوبه، بارون نیست، باد نیست. بریم گمرک، کارهای گمرکمون رو انجام بدیم و امیدوارم که ما رو کنترل هم ندن. اینجا 2-3 تا گیت داره، شماره های کامیون هایی که میخوان بدن کنترل رو از قبل مشخص میکنن، شماره پلاکات تو دستشونه. میرسی اونجا شماره ها رو چک میکنن، میدن کنترل. حالا ایکس ری داره و بخوان کنترل دستی و با سگ و چشمی و هر جوری بخوان دیگه کنترل میکنن دیگه. البته امیدوارم که ما رد بشیم، چون خسته این واقعا حال و حوصله کنترل رفتن نداریم. ولی آرژانتین بالاخره زد تو پنالتی.
میگن سفر آدم رو پخته میکنه. تو این سفر نه تنها با کار سخت رانندگی کامیون‌های باری آشنا شدم، بلکه باعث شد هر وقت توی خونه در کنار وعده غذاییم ترشی شمال ایران رو خوردم یا دوغ محلی نوشیدم، به یاد این سفر و چگونگی رسیدن این مواد خوراکی خوشمزه از ایران به اروپا و مسیر طولانی اونها بیفتم.